این صحبت ها خیلی به ضرر من و حرفه کاری منه، ولی به نظر من تویی که داری به مهاجرت فکر میکنی یا قصد مهاجرت رو داری، حقته که اینا بدی. پس خوب به حرفم گوش کن. توی همه تبلیغات پر شده، نه تنها برای قبرس شمالی، برای همه مقاصد، بدون نیاز به مدرک زبان، بدون نیاز به هیچ گونه پیش‌زمینه‌ای. درسته قبرس شمالی هم مدرک زبان نمیخواد، اما این فقط برای دانشگاه است که شما نیازی نیست مدرک آیلتس داشته باشی. برای اینکه بخوای استارت یه زندگی جدید رو بزنی و روی پیشرفتت قدم برداری، نیازی نیستش که مدرک آیلتس داشته باشی و برای آیلتس معطل بشی. اما تویی که قراره بیای اینجا خونه بگیری، زندگی بکنی، یه حیات جدید رو برای خودت دست و پا بکنی، باید حداقل یه پیش‌زمینه‌ای از زبان ترکی که زبان اول اینجا داشته باشی. حداقل باید انگلیسی رو در حد محاوره خیلی ساده بلد باشی. خیلی از افراد رو من دارم میبینم که بلند میشن میان اینجا، خونه زندگیشون رو میفروشن، خودشون رو بازخرید میکنن، یعنی تمام پل‌های پشت سرشون رو خراب میکنن، بلند میشن دست زن و بچه رو میگیرن میان اینجا و تازه میمونن خب من چجوری میتونم ارتباط بگیرم، من چجوری میتونم کار پیدا بکنم. شما باید حداقل یه بیس زبانه رو داشته باشی، این که بتونی نیازت رو برطرف بکنی. کسی که میخواد بره خرید مارکتش رو انجام بده، من خیلی ها رو اینجا دارم میبینم که ساعت‌ها وای میستن پانتومین بازی میکنن. من نمیگم حقشون نیست برای مهاجرت قدم بردارن، نه، حق هر کسیه، ولی من دارم میگم اگر که قراره رو به پیشرفت قدم برداری، حداقل یه سری از نیازها رو که بایده اونا رو برای خودت اول پیش‌زمینه‌شو بچین. از توی ایران حداقل یه استارت بزن، زبانت رو یاد بگیر. یهویی میای اینجا به خودت میای میبینی که بابا نه دوستی داری، نه میتونی کاری پیدا بکنی، هر چیزی که تو ایران هم داشتی و گذاشتی بلند شدی اومدی. پس این رو بدون که توی قبرس حتما باید شما یا زبان ترکی یا زبان انگلیسی رو بلد باشی. این که دارن میگن که اینجا هم انقدر ایرانی زیاد شده که نیازی نیستش که شما بخوای به زبان ترکی کار کنی یا انگلیسی کار کنی، بابا شاید اون کار رو پیدا نکردی. 1% بذار که شغلی رو پیدا نکردی که زبان فارسی نیاز داشته باشه، اون موقع میخوای چی کار کنی؟ پس زبان لازمه مهاجرته، نه تنها فقط برای قبرس شمالی، برای هر مقصد دیگه‌ای. استارتش رو بزن از همین امروز. اگر قصد مهاجرت داری، زبان اول اون کشور رو یاد بگیر. بعد از بحث زبان میرسیم به این که اکثر افرادی که اینجا دارن میان مهاجرت میکنن از طریق سرمایه گذاریه. توی تبلیغات قبرس شمالی پر شده زندگی رویایی، زندگی به سبک هتل 7 ستاره، همه اینا هست، دروغ نیست. اما بحث اینجاست دروغی که دارن به مردم میگن، یا حداقل خیلی ها این دروغ شیرین رو باور کردن، اینه که شما با درآمد و کاری که اینجا پیدا میکنی و درآمدش نمیتونی جدا از هزینه زندگی خودت و خانوادت، اینا رو بذاری کنار، نمیتونی اقساطت رو پرداخت بکنی. یعنی حقوق 18,000 تله‌ای نمیتونه اقساط پوندی تو رو کاور بکنه. شرکت ما هم شما اگر که سرمایه گذاری بکنی، بیای خونه بگیری، به شما کار میده، به خاطر اینکه اینجا بتونی مخارج خودت و خانواده و زندگیت رو کاور بکنی، نه اقساطت رو. اقساط اینجا چجوری میتونه کاور بشه؟ برای کسی که اومده پلن ریخته میخواد خونه بخره، 35% رو در حال حاضر نقد داره و برای اقساطش هم برنامه ریزی کرده. آقا بیزینس من تو ایران یا سرمایه من تو ایران میتونه اقساط من رو کاور بکنه، پس من نگران اقساطم نیستم. یعنی یه پلن و برنامه ریزی باید داشته باشی. به حرف افرادی که دارن میگن که آقا اینجا شما کار پیدا کن، حقوق دلاری داری، پوندی داری و میتونی اقساطت رو پرداخت بکنی، باور نکن، به این صورت پیش نرو. چند تا شغل مگه توی قبرس شمالی هست که بتونه حقوق دلاری بده، پوندی بده؟ هر کسی نمیتونه اینجا خونه بفروشه، حداقل یه مهارتی نیاز داره. تو ایران هر کسی املاکی نیست، هر کسی بسته به مهارتی و توانایی که داره کار میکنه و کسب درآمد میکنه. پس شمایی که داری میای اینجا، اگر که میبینی که دارن میگن خب ما درآمدمون به پوند، شما هم میتونی، اوکی، شاید بتونی، شاید توی بین ماها خیلی از افراد باشن که انقدر خوش شانس باشن که بتونن چنین شغلی رو برای خودشون دست و پا بکنن، اما شاید 1%
تو و من جز اون افراد نباشیم. پس این رو بدون که اگر که قراره بیای مهاجرت بکنی، اقساطت رو، نحوه پرداخت کردنش رو، پلنش رو بریز. قبل از اینکه بخوای هر قدمی برداری به فکر این باش که این ملک که من دارم میخرم 35% رو الان پرداخت کردم. فردا که موقع اقساطش رسید دست و پا نزنید. چرا ایرانی‌ها اینجا بدنام شدن؟ چرا توی همه جای دنیا؟ به خاطر اینکه کورکورانه قدم برمیداریم به حرف خیلیای دیگه بدون اینکه بیایم فکر بکنیم، بدون اینکه بیایم بسنجیم، برنامه ریزی میکنیم قدم برمیداریم و بعدش میبینیم که اوکی وقت اقساطمون رسید، خب الان باید چیکار کنیم؟ منم میام یه 4 تا دروغ دیگه میگم، چند نفر دیگه میان حرف منو باور میکنن، به حساب همین قضیه بلند میشن میان خونه میخرن. خب پول اقساط من جور شد، حالا اون یه نفر دیگه افتاده تو تا. من اول ویدیو هم گفتم این صحبت واقعا به نفع من نیست، ولی حق تویی هم که قراره یه سرنوشت جدیدی رو برای خودت و خانوادت رقم بزنی. این نیستش که با دروغ قدم برداری. اگر که داری قصد مهاجرت داری فکر میکنی که میخوای مهاجرت بکنی، حتما فرقی نداره از من یا از هر کس دیگه‌ای داری پرسجو میکنی در مورد شرایط حال حاضر هر مقصدی، سوالات رو بشین یادداشت کن، آپشنایی که برات مهمه رو یه لیست برای خودت تهیه کن، دونه دونه بنویس، با مشاورت زمان بذار و صحبت کن. مشاور تو وظیفشه که ساعت‌ها وقت بذاره و به همه سوالای تو جواب بده. اگر که من خیلی‌ها رو دارم میبینم که حتی روشون نمیشه سوال بپرسن از مشاوره و اون شخص هم شاید به اندازه کافی اونطور که باید و شاید وقت نمیذاره که بیاد صحبت ها رو گوش بده، جواب بده. فکر میکنن که همه اینا رو آلردی میدونن. نه، اصلا خجالت نکش، از مشاورت یک سوال و حتی از نحوه های مختلف سوال کن و کاملا قانع شو. بعد از اون قدم بردار. کلام آخر این که لطفاً چشم بسته قدم بر ندارید. مشاوری رو که انتخاب میکنید صرفاً به ویوی اون مشاور پیش نرید. ما 2 نفر آدم بودیم که با همدیگه اومدیم داخل قبرس شمالی با 2 تا ویوی کاملا متفاوت. من خیلی راضی، دوست من خیلی ناراضی، در صورتی که توی شرایط داشتیم زندگی میکردیم. این شاید برای تو هم صدق کنه. پس یه مشاوری انتخاب بکن که حقایق رو بهت بگه، خیلی مهمه. دوم این که تمام سوالاتت رو بپرس ازش. از اینکه سوالاتت رو به کرات ازش بپرسی اصلا خجالت نکش، داری تصمیم خیلی بزرگی میگیری و مشاور تو وظیفشه که ساعت‌ها وقت بذاره دونه دونه سوالای تو رو جواب بده. و اینکه گاهن شاید خیلی اوقات مشاورا اون اطلاعاتی که باید رو انقدر ریز به ریز نمیدن، به حساب اینکه خب هر کسی که میخواد تصمیم مهاجرت بگیره اینا رو میدونه، ولی خیلی از ماها که قدم داریم برمی‌داریم، تازه میخوایم از ایران خارج بشیم، خیلی از گزینه‌های ریزش رو با خبر نیستیم. پس تو به عنوان شخصی که داری این تصمیم میگیری و تصمیم خیلی مهمیه تو زندگیت، سوالات رو ریز به ریز بنویس، توقعاتت رو بنویس، خواسته‌هات رو بنویس و بر طبق اون از مشاورات سوال بپرس و تیک بزن. ببین چند درصد از خواسته های تو رو این مقصد داره و بعد از اون تصمیم به مهاجرت بگیر. همین. فعلا گزینه دیگه واقعا یادم نمیادش که بخوام بیان بکنم، اما اگر که سوالی داشتید برام کامنت بذارید، بنویسید. قطار یوتیوبی ما تازه داره حرکت میکنه، واگن اول VIP، پس منتظرتون هستم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. سمیرا هستم، خیلی دوستتون دارم. ماچ به کله همتون. فعلا خدافظ.